پس معلوم می‌گردد که تقلید شخصی، تقلید شرعی در زمان اصحاب بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشت. برای بعضیش جهل مرکب که بدعت گفتند تقلید مذهب، نمیدونند که این تقلید مذهب به اصحاب نسبتش آید مرتب. نظر کن در کتاب ها و تو بشناس که گویند هذا مذهب ابن عباس. تو نظر کن، بدون نظر کردن، بدون علم سخنهای هرخیله و مزخرف گفتن کار عاقلانه نیست. همو شخصیت هایی که ادعا میکنن شما دلیل نداره، شما حجت نداره، به خدا قسم مطالعه کافی ندارن، نباشه این دعوا را نمیکردن. از برای خدا تقلید مذهب این شب و روزا وجود است. و علما بیان کرده اند که تقلید این مذمت شده است، بد است، زیرا که مقلد جاهل است. مقلد این جاهل است، تقلید این از جهل است. و اما متابعت کردن به رسول الله این فرض است، زیرا که اشهد ان محمد رسول الله، وقتی که میگوید شهادت میدهم که محمد بنده و رسول الله هستند صلی الله علیه و سلم، میگید در ان همین عین حال به شما متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ فرض عین است. و پیش از این و بعد از این فرض عین است که این چی است؟ توحید المتابعه هست. توحید المتابعه یعنی چی؟ یگانه کسی که شما باید متابعت بکنید، مطلق اطاعت بکنید و هرگز از اطاعت او بیرون نشوید، واجب الاتباع است. متابعت کردن شما او را فرض است. این رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما باقی مانده غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی؟ کل قول یؤخذ و یرد الا صاحب هذا القبر. امام مالک اشاره کردن به قبر رسول الله، گفتند که هر یک انسان سخنش قبول کرده می شود اگر موافق قرآن و سنت و فهم سلف باشد، و انکار کرده می شود اگر مخالف به قرآن و سنت و سخن رسول الله باشد. بجز سخن رسول الله، سخن رسول الله این خود شریعت است. سخن رسول الله این نص است، این حجت است. سخن رسول الله این وحی است. سنت رسول الله وحی است. چه که الله در قرآن میگه انا نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیهم. ما به تو ای محمد ذکر را یعنی سنت رو نازل کردیم تا که تو ای محمد به واسطه سنت قرآن رو به مردم تفسیر بکنی. و این چنین الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر صلی الله علیه و سلم از هوا و هوس خودشون صحبت نمی کردند، بلکه این وحی بود که از جانب الله وحی می شده. پس این دلالت میکرد که سنت هم وحی است و واجب الاتباع یگانه رسول الله است. اما اگر امروز ما نظر به این مبتدعه بکنیم، اهل بدعت و ضلالت، انحراف شده ها و گمراه شده ها نظر بکنیم، اینها آمدند یک طاغوت نوی را سبحان الله به ضم این طاغوت هایشان، حاکم هایش، قبرها و چیزهای دیگر، به ضم این یک طاغوت معنوی به خودشان ساختن، طاغوت تقلید. و به همین تقلید سبحان الله به قاعده تقلید اینها قرآن را، سنت را، فهم سلف را انکار کردند. حالا آن که پیدایش تقلید به شما معروف است که در قرن صحابگان تقلید گفتن چیزی، مذهب گفتن چیزی نبود. در قرن تابعین مذهب یا که تقلید نبود و در قرن تبع تابعین تقلید و چیزی نبود. و این تقلید در عصر 4 بعد از نصف اولش به وجود آمد و سبب به وجود آمدنش هم همه مقلدین سند را به ابن ابی المظفر میبرند که سخن او را خطا فهمیدن. از خطای یک عالم، سخن یک عالم را خطا فهمیدن و در اساس فهمش غلطشون تقلید را به بالای امت واجب کردن. البته ما تقسیمات تقلید را به شما بیان کردیم که یک انسان اگر عامی باشد، اگر هیچ چیزی را نفهمد، تا زمانی که به او قرآن و سنت میرسد بله تقلید کرد به یکی از علما باکی ندارد، لیکن او باید علما را اختیار کند، علمای حق را اختیار کند، اهل ذکر را، اهل قرآن و سنت را اختیار کند، اهل بدعت و ضلالت را
ترک بکنه. اما وقتی که قرآن و سنت یک حدیث مقابل تقلید او رسید، باید تقلید رو ترک کنه، به حدیث سه چنگ بزند. انمین است کلام همه علمای اهل سنت و جماعت.